سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 23 ایول همراهی شما. سیل و آبخیزی در ناحیه دروازه تاجیکستان شب سه‌شنبه به چهارشنبه چندین خانه را ویران کرد، ولی کسی در این فلاکت طبیعی آسیب ندیده است. با گفته مقامات، سیل در دره ویسخرو 3 منزل زیست را کاملا برد و 11 خانه دیگر در حال فرو رفتن هستند. سیل 5 کیلومتر راه و یک کوپرک را نیز خراب کرده است و چهارراه مردم نیز تلف یافت. عین زمان انتقال کمک‌های بشری به مردم ناحیه شغران بدخشان که سیل اولی هفته خانه‌های آنها را ویران کرد ادامه دارد. از جمله ساکنان ختلان به 72 خانواده که حالا در خیمه زندگی می‌کنند مواد غذایی و وسایل روزگار فرستادند. 4 تن کارتوشکا بعد کورپاچای و دیگر چیزا را انا گولش و فولن و همه چیزا را امروز انا جمع کرده انا برای ای افت ضرر دیده مردم ولایت بدخشان انا روی کرده استادیم. مقامات تاجیکستان میگویند سیل و آبخیزی در ولایت بدخشان و منطقه رشت در این هفته 100 میلیون دلار خسارات وارد کرد. یک مقام بلندپایه روسیه گفت ضرورت عفو عمومی مهاجرانی که حق بازگشت به روسیه را ندارند وجود ندارد. کنستانتین رامادانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه روز 22 ایول به خبرنگاران گفت مسئولیت عفو مهاجران قانون شکن را بر عهده نمیگیرد، زیرا بعضی از آنها در حادثه‌های به مثل صدمه‌های مدهش نقلیاتی شریک بودند که چندین نفر در این حادثه‌ها هلاک شدند. قبلا فدراسیون مهاجران روسیه خواست به مهاجرانی که برای قانون شکنی‌های سبک به مثل رعایت نکردن مقررات اقامت یا نپرداختن جریمه از حق آمدن به روسیه محروم شدند اجازه بازگشت داده شود. عین زمان بیشتر از 250,000 شهروندان تاجیکستان از حق سفر به روسیه برای مدت‌های معین محروم شدند. خدمات ضد مونوپولی و یا ضد انحصاری تاجیکستان به شرکت بیلاین دستور داده است طرفای جنجالی همه جا یا لوبای جا را برهم بدهد. در نشست خبری خدمات گفتند طرفای همه جا موافق به معیارهای رقابت عادلانه در میان شرکت‌های تلفنی کشور نیست و باید خاتمه داده شود. عین زمان در این نشست خبری روز 23 ایول گفتند که قیمت تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان از سال نو تحصیل بالا می رود. البته باروی هستند، ما تو 10% اساساً با باروی نرخ در خدمات‌های کلاکی سال مشابه و رسیدگی هستند. تو 10% با ما اصلا نمیخونشم به نظر البته با سپتامبر هستند، همین مورد که از ما فکر شدگی هستند و با ما فکر شدگی هستند. ما تو 10% بالا شدگی هستند. اسلام محمدشایف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 23 ایول در سن 36 سالگی درگذشت. فدراسیون فوتبال با نشر یک بیانیه در این باره گفت که اسلام محمدشایف بر اثر بیماری وزنین فوت دیده است و مرگ محمدشایف را تلفات بزرگ برای نزدیکان و آنهای نامیدند که با او کار کردند. بنا به گزارش‌ها او گرفتار سرطان جگر بوده است. اسلام محمدشایف سال 2013 دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شد. از او 3 دختر و 1 پسر یادگار ماند. یک مهاجر تاجیک که شناسنامه‌اش را در شهر نوسیبیرسک روسیه گم کرد با کمک رادیو آزادی این سند و دیگر سندهای مهمش را پیدا کرد. رسول یک مهاجر کاری از ازبکستان سندهای عابد غفاروف ساکن پنجکنت را پیدا کرده و به رادیو آزادی نوشت که شناسنامه را یافته است و می‌خواهد برگرداند. بعد نشر این خبر نزدیکان عابد غفاروف به رادیو آزادی زنگ زدند و سپس با مساعدت ما از رسول سندها را گرفتند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.